سلام سلام سلام. به هوشیار خوش اومدید. در این قسمت از آموزش ChatGPT سراغ طراحی و ساخت تصاویر با استفاده از این ابزار رفتیم. برای این منظور بعد از اینکه به ChatGPT لاگین کردین و وارد صفحه ChatGPT شدین نیازه که روی گزینه ویو تولز بزنید و بعد گزینه پیکچر رو انتخاب بکنید. به این ترتیب شما با استفاده از هوش مصنوعی دال-ای میتونید تصاویر دلخواه خودتون رو بسازید. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی نسخه فعلی ChatGPT یعنی نسخه رایگانش شما فقط در طول 24 ساعت میتونید 2 تا تصویر بسازید. اما توی نسخه اشتراکی یا پولی میتونید به صورت نامحدود از قابلیت ساخت تصاویر استفاده کنید. نکته‌ای که درباره ساخت تصاویر در ChatGPT وجود داره اینه که شما هر چقدر توصیف دقیق‌تر رو با جزئیات بیشتری از تصویر دلخواهتون ارائه بدین ChatGPT با استفاده از مدل دال-ای تصویر دقیق‌تری برای شما آماده میکنه. همونطور که میدونید ساخت تصاویر با استفاده از ابزارهایی مثل فتوشاپ و ابزاری مثل حتی کنوا، ایلاستریتور خیلی سخت و پیچیده است و زمان زیادی از ما میگیره. اما توی ابزارهای هوش مصنوعی شما نه نیاز به صرف زمان زیادی دارید و نه پیچیدگی خاصی رو تحمل میکنید. بریم تا از این دو فرصت در نسخه رایگان ChatGPT استفاده کنیم و تصاویر دلخواهمون رو بسازیم. برای این کار من 2 تا درخواست برای ChatGPT آماده کردم. یکی این که توی درخواست اولم یه پرامپت یا یک دستور ساده از یک تصویر رو بهش میدم. یک توصیف تصویر ساده رو بهش میدم و میذارم که خودش جزئیات تصویر رو پر بکنه. اما توی درخواست دوم میخوام جزئیات بیشتری بهش بدم تا ببینم که آیا دقت و درک اون درخواست من رو تونسته انجام بده و تونسته جزئیات دلخواه من رو به تصویر اضافه بکنه یا نه. خب شروع میکنیم. به عنوان مثال من ازش میخوام که تصویر یک جنگل بارانی در یک روز بهاری رو بسازه که مثلا پرندگان و حیوانات به جنگل پناه آوردن. میخوام ببینم که این تصویر جنگل بارانی رو چطور میسازه. این درخواست رو برای ChatGPT میفرستم و منتظر میمونم تا تصویر رو آماده بکنه. این مرحله رو که میبینید مرحله لودینگ یا ساخت تصویر رو، این یعنی داره تصویر شما آماده میشه. خب همونطور که میبینیم اینجا یه تصویر از جنگل رو برای من آماده کرد، اما متاسفانه همونطور که شما میبینید جزئیات چندانی از بارانی بودن جنگل رو رعایت نکرده. پرندگان و حیوانات رو بهش اضافه کرده اما بارانی بودنش رو نه. احتمالا من باید جزئیات بیشتری از روز بارانی بهش بدم تا این رو به تصویر اضافه بکنه. بعد از اینکه شما در تصویر رو دریافت کردین میتونین از گزینه‌های اینجا استفاده کنید. میتونید تصویر رو دانلود کنید، میتونید دیسلایک یا لایک بدید به تصویر یا جزئیات بیشتر تصویر رو ببینید. اینکه این تصویر با استفاده از چه پرامپتی میتونه آماده بشه. کاری که میخوایم بکنیم اینه که همین پرامپتی که خود ChatGPT بهمون پیشنهاد داده رو کپی کنیم، از اون گزینه کپی استفاده کنیم و همین پرامپت رو بهش بدیم ببینیم که آیا توی تصویری که میسازه تغییری ایجاد میکنه یا نه. آها، میگه که به نظر میاد که شما میخواین همون تصویر رو من دوباره بسازم، اما خب اگه لازمه باید جزئیات بیشتری به اون تصویر اضافه کنیم و به اون متن. خب من میام دوباره از
همین قابلیت پیکچرز استفاده میکنم و جزئیات بیشتری از این جنگل به توصیفم اضافه میکنم تا اون تصویر رو بسازه. من میگم یه جنگله، تصویر یک جنگل رو بساز، تصویر یک جنگل رو بساز که در اون باران شدت گرفته و حیوانات و پرندگان به دنبال پناه گرفتن از زیر سیلاب و آب هستن. بعد میتونم بگم که آب از وسط جنگل جاری شد، آب باران از وسط جنگل جاری شده و هوا هم طوفانیه. اینو حالا به چت جی پی تی میدم تا این تصویر رو بسازه. احتمالاً توقع داریم که این با استفاده از جزئیاتی که بیشتری که دادیم توی تصویرش جزئیات این توصیف رو در نظر بگیره و اون توصیف رو آماده بکنه. بله الان که نگاه میکنید دقیقاً اون چیزیه که ما از یک جنگل بارانی در یک روز طوفانی انتظار داریم رو داره نشون میده. خب شما همونطور که گفتم هر چقدر توصیفتون دقیق تر باشه تصویر بهتر و دقیق تری رو دریافت میکنید. بهتره که این جزئیات رو توی پرامپت نویسیتون یا توی دستور نویسیتون رعایت بکنید. من از 2 تا فرصت روزانه‌ام برای ساخت تصویر استفاده کردم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و تصاویری که ساختید رو برای من توی کامنت بذارید. ممنونم از اینکه با من تا اینجا همراه بودید.